سلام، چطورید بچه؟ خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. امروز میخوایم تو این ویدیو در مورد ربات جدیدی که تازه به بازی اضافه شده یکم صحبت بکنیم. ببینید بچه ها، این ربات یه ماینریه که ما میتونیم با مثلا پرداخت تون، یعنی اجاره کردن برق، این ماینر رو فعالش کنیم. چطوری؟ از این قسمت انتخابی که بزنیم. فعلا چون نسخه بتا بود 3 میلیون توکن داشت که 3 میلیون توکنش رو همه یه چند هزار نفری اجاره کردن و فعلا تموم شده، ولی به زودی حتما این قسمت براتون باز میشه و میتونید ازش استفاده کنید. خب بریم به بخش جزئیات این ربات. ببینید کم که بریم بالا، این پایین یه نموداره دیگه، یه چیز خاصی نیست. این خط سبز رو میبینید 39 دقیقه دیگه تمام میشه. این هر 4 ساعت به همون توکن GWT میده یا همون GMG خودمون، به طور رندوم هم میده. بعد این پایین که من 2 تن پرداخت کردم و مدل 200 GH میشه، گفته که من تقریبا روز 1551 GWT میتونم از این ربات دریافت کنم. این از اینو. وقتی که دیگه این قسمت چیزی نیست، قسمت هیستوریش هم که بریم، ببینید اینجا میبینید قسمت رو ببینید، زده 266 تا GWT دریافت کردم ساعت 12 و قسمت بالاییش که ساعت 4 میشه 342 تا. حتما میپرسید این چیه؟ خب ببینید هر 4 ساعت به من به طور رندوم توکن GWT میده. 4 ساعت اول 266 تا داد، 4 ساعت دوم 342 تا داد، 4 ساعت بعدش 246. ببینید بچه این رندوم دست من نیست که مثلا بیایم وارد بازی بشم و توکن رو جمع آوری کنم، خودش رندوم این کار انجام میده. بازی آفلاین هم هست، نیازی نیست که هر 4 ساعت وارد بازی بشید. آره آفلاین هم براتون ماین میکنه، چیز خاص دیگه هم نمیمونه. سوال، نظر، پیشنهاد هر چی هم خواستید تو کامنت رو بهم بگید، حتما میخونم. دمتون گرم، تا ویدیوی بعد. فعلا